بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز پایگاه اطلاع رسانی میارجل. ما با یک برنامه دیگه برنامه‌های پایگاه در خدمت شما عزیزان هست. انشالله بگیندید تو شما را پسند ببین. گوما همراه بید. وجه عابد عثمانی واشیت به دفتر پایگاه میارجل وجه تا ما معرفی بکنم و بگوش که چه زمان شما موسیقی به صورت حرفه‌ای شروع و اصلا چی بود که عابد عثمانی خواننده و هنرمند بود؟ بلوچی میوتی شهدین زبانت بلوچی چپت و ماتا نشانت گوالای پاک ناما درود و درهبات منی پولیمرات و گواران. عابد عثمانی هستم، 26 ساله، چند یک شهر، خواننده و آهنگساز موسیقی پاپ بلوچی. وجه عثمانی مدتی شما کمکار بوده، کمتر ما از شما خبریش کنه. آیا مشغول انجام یک کار و فعالیت یا یک برنامه خاصی برای ما توضیح بده؟ علتی چیه؟ کمکار که نه، من و گروهون تقریبا 7 الی 8 ماه که دارین روی آلبوم کار کنیم. چند تا اثر با مضمونهای حماسی، عاشقانه و اجتماعی که به زودی انشالله با همراه با موزیک ویدیو قرار منتشر ببند و امیدوارم که مثل قبل مردم ما رو حمایت کنند. انشالله قطعا که حمایت کنند. شما ما رو بگوش که چی بود که اصلا شما وارد عرصه موسیقی بوده تا عثمانی؟ خب مسلما اولین چیز و اولین معیار به نظر من علاقه و استعداده. وجه عثمانی شما از چه سالی کار هنر شروع کو و چند تا اثر و آلبوم از شما تا منتشر بوده؟ در واقع از 14 سالگی من وارد عرصه هنر بودم و از 19 سالگی به طور حرفه‌ای دارم موسیقی دنبال کنم. اثرهای زیادی منتشر بوده، اما از بین آن اثرات تونه بگوشن که 14 موزیک که با مجوز رسمی وزارت ارشاد منتشر بوده و کدهای پیشواز اپراتور مختلفش هم هسته. مهمترین کارانش کارهای بانو بلوچستانی بوده، کارهای ما بلوچین بوده که کار حماسی بوده و کارهای عاشقانه دیگری هم هستن داره. وجه عثمانی ما رو بگوش که نقش موسیقی و بخصوص موسیقی پاپ بلوچی در توسعه فرهنگ و رشد جامعه بلوچستان چیه؟ چی کمکی به نظر شما تون بکنه؟ خب مسلما فرهنگ بخشی از آیین‌ها و باورهای یک جامعه. موسیقی و در کل هنر اگر مبی زیبایی های بلوچ و بلوچستان نمایان نبند و بدون پرده اگر بروتن عبر بکنه، نگاه های منفی بدون هنر، بدون فرهنگ به سمت بلوچستان و بلوچ از بین نروند. به هر حال عرصه فرهنگ و هنر و بخصوص موسیقی که شما داره کار کنید یک عرصه سخت و نفسگیر و طاقت فرسای سختی زیاد داره. آیا شما مشوق بوده شما را یا نه؟ چه کسانی شما را حامی بودن در این مسیر که باعث رشد و موفقیت شما بودن؟ بله قطعا اولین مشوق که آدم تونتن که خانواده با مثال بجن و بعد از آیی دوستان خیلی زیادی بودن که از ابتدا تا الان کنار من هستن. دوستانی مثل آقای دکتر محمد انور بیجارزه‌ای، مثل آقای ریاض بلوچی، مثل آقای منوچهر بولیده که هم ترانه‌سران و هم دوست صمیمی ما، مثل آقای شهیم ادیب، آقای عارف رئیسی و بقیه دوستان. خیلی خوب. ما رو بگوش که وجه عثمانی پیام آثار و کارهای منتشر شده شما چیه؟ یعنی شما چیه لورته به جامعه منتقل بکنید در موسیقی و هنر وقت؟ خب از اونجا که گشتر کارهای ما بالاخره بحث عاشقانه، ولی بحث حماسی ما موزیکای ارادات اثراتی هستن. خارج از بحث اثر، خارج از بحث موسیقی، یک هنرمند وقتی شخصا صدای مردمه. در همه هیتا، در همه بحث ها باید در کنار مردم ببید و صدایی از مردم در جامعه ببید. وجه عثمانی شما به عنوان یکی از خوانندگان تکتمانتو برای اولین بار اگر اشتباه نکنم اقدام به برگزاری کنسرت در سطح استان بکنه. در این مورد برای ما توضیح بده. البته من مفتخرم بگوشم که اولین برگزار کننده موسیقی پاپ بلوچی در کشور بودیم و خوشبختانه استقبال بود و توانتین که مجوز تور هم بگیرین در 6 الی 7 تا شهرستان داخل استان و یک شهرستان خارج از استان که متاسفانه به دلیل شیوع بیماری کرونا به عقب کردم. امیدوارم که هرچه زودتر بیماری منحوس
ناپدید ببید و انشالله تو امیدم بتونیم فعالیتات ادامه بدیم. انشالله. بعد برنامه شما برای آینده چه آقای عثمانی؟ چه چشماندازی چه کارهایی آماده و کرده؟ خب در واقع علاوه بر بخش آثار پر محتواتر با کیفیتتر و بروزتر، به دنبال اشین که موسیقی پاپ بلوچی در آن جایگاه اصلی که هستی به مردم نمایش بدیم و در واقع کاری بکنیم که کسایی که فعالیتش هستن در این حیطه بتونن به صورت اکادمیک و حرفه‌ای تری کار دنبال بکنن انشالله. آیا عثمانی شما ما رو باش که الگوی عابد عثمانی در هنر و موسیقی که؟ خب شخص خاصی نتونم بگم شما، هر کسی که حتی اگر کوچکتر از من ببید من یک چیزی یاد بدن در واقع الگوی من در زندگی بوده. چنانچه اگر حرف نگفته هم هست کجا ما در خدمت شما هستیم. حرفای نگفته که خیلی زیاده ولی پداکاینت و شیروچ گلبینت می بلوچ پداکاینت و شیروچ پادکاینت می بلوچ. منتوار چابجان عثمانی خواننده خوش‌ذوق و خوش صدای بلوچ گوتی وقتها در اختیار پایگاه اطلاع‌رسانی معیارجل قرار داد و می دفتری تا یهتو گپوتران گماشنگ و تالان کن مدام سلامت باته تا الله میارید.